بسم الله الرحمن الرحیم. قربانی ابراهیم. این نوبت ما درباره ابراهیم و ایمان وی به خدا نقل کردن می‌خواهیم. بعد از طوفان چندین سالها گذشتند. از نسل نوح آدمان زیادی به وجود آمدند و تمام روی زمین را پر کردند. اما آنها خدا را فراموش کردند و مثل زمانی پیش از طوفان بر ضد خداوند گناه می کردند. در بین این آدمان مرد با نام ابراهیم بود که خدا را دوست می داشت و به او صادق مانده بود. روز خداوند به ابراهیم گفت که خانه پدرش و مملکتش را ترک کرده به زمینی که به وی نشان می دهد رود. خداوند به ابراهیم وعده داد که به او برکت داده از او خلق بزرگ به وجود می آورد و تمام روی زمین از نسل وی برکت می یابد. ابراهیم و زنش پیر بودند و فرزند نداشتند، لیکن آنها به خداوند سخت باور می کردند. وقتی که ابراهیم 100 ساله بود، خداوند به وی پسری داد. ابراهیم و زنش بسیار خرسند شدند، چون که خدا به وعده خود وفا کرد. روز خداوند خواست ایمان ابراهیم را سنجد و به او گفت که پسرش را قربانی کند. البته این برای ابراهیم بسیار مشکل بود، لیکن وی اطاعت کرد، چون که وی خدا را دوست می داشت و از او می ترسید. روز دیگر ابراهیم پسرش را گرفته به سوی مکانی که خدا گفته بود روان شد. بعد از 3 روز آنها به آنجا رسیدند. هیزمی را که برای سوختنی قربانی گرفته بودند پسرش برداشته می رفت. او از پدرش در کجا بودن بره قربانی را پرسید. ابراهیم به وی گفت که خدا خودش بره قربانی را می دهد. وقتی که آنها به مکان رسیدند، ابراهیم قربانگاه ساخت، هیزم را چیند و پسرش را بسته در بالای هیزم گذاشت. بعد کارد را گرفته دستش را برداشت تا که پسرش را کشد. ناگهان فرشته خداوند از آسمان خطاب کرده گفت: به پسرت دست دراز نکن، زیرا اکنون دانستم که تو از خدا می ترسی و پسر خود را دریغ نداشتی. ابراهیم در خفای خود قوچقاری را دید که شاخهایش در بوته پیچیده ایستاده بود. خدا این قوچقار را در عوض پسر ابراهیم برای قربانی داد. با این راه خدا پسر ابراهیم را از مرگ نجات داد. خدا به وعده خود وفا کرد و از ابراهیم خلق بزرگ به وجود آورد. از حکایه‌های گذشته